خون من غرور نیاکان نهفته است. مهر و ستیز رستمی دستان نهفته است. در تنگنای سینه حسرت کشیدم، گهواره بصیرت مردان نهفته است. پنداشتی که ریشه پیوند من گذشت، در سینه‌ام هزار خراسان نهفته است. خاک مرا جزیره خشک گمان مبر، خاک مرا جزیره خشک گمان مبر. در یاد بیکنار و خروشان نهفته است. خالی دلی مرا دزد تاب توان مدان، شیر شیان میانی نگیستان نهفته است. در خون من غرور نیاکان نهفته است. در سینه‌ام هزار خراسان نهفته است. او را سر کرده، کوههای او را سر کرده، خطای ترکستان خطایی، سرحد خطایی، ای دشت قیپچاک سر کرده شمال تا شمال ایران و خلیج فارس، شمال هندوستان. این تاجیک نشین، یعنی اولادان آریانی عریچی اینجا بودن. ما از آریانی هاییم. یک قید کردیم که جشن آریان را قید کردیم در جمهوری. این فکر محسوف نه. این تمام عالمان جهان خانیکوف دیگر رو و یا ما به بها میتن که خلق مقیم نشین آسیای قدیم ترین اینا تاجیک هستند. 11 نوامبر سال 2022 در شهر سمرقند جمهوری ازبکستان سامیت کشورهای عضو سازمان کشورهای ترکی صورت گرفت. در تاریخ 11 نوامبر سال 2022. خب البته امروز که مثلا از وای قریب که 10-11 روز پری میشوند، بحث ما در خود همین است. سازمان کشورهای ترکی که در سمرقند جلسه خود گذراند، برای ممکن که برخی یک چیزی که دیگه باشد، اما از نگاه سیاسی که پلکی بررسی کردن مسائل مذکور برای تاجیکستان خب و اون منفعت‌هایی که در چارچوب گپلکی بررسی میشه برای تاجیکستان خیلی مهمند. بله. خب به همین خاطر ما برمیگردیم به همین مسئله. سازمان کشورهای ترکی یک بحثمون است، بحث دیگر در رابطه مثلا نیوسمونیزم و دیگری در رابطه با خراسان بزرگ است. در سامیتی که در ازبکستان 11 نوامبر سال 2022 که در روز صورت گرفته بود، کشورهای ترکیه، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و مخصوصا ونگریا جمع آمدن مسائل اساسی رو در مرحله نوبتی در راه پرسپکتیو رشد دیده برآمدند. در اینجا کشور ترکمنستان اشتراک نکرده بود. شما میدونید که ترکمنستان کشور محسوب میشود که در سیاست خارجیش موقع نیترالی دارد و در جلسه‌های پیشین اشتراک میکرد، اما در این جلسه اشتراک نکرد. علتش در این بود است که اینها بخواهند با همون موقع نیترالی که در جمهوری ترکمنستان در محور سیاست خارجی گذاشته شده است اینو پایبند باشند، لیکن به هر حال نسبت به مسئله به تفاوت نیستند. در اینجا پرزیدنت قرقیزستان در رابطه با این گفت که این سامیت کشورهای ترکی در یک از شهرهای بنفوذ ترکی منطقه سمرقند برگزار می‌گردد. خب در گذشته بعضی‌ها تلاش کردند که نام تاجیکی سمرقند رو گویند که با این شهر سیر ترکیه است و نامش هم دیگر هم کردند. دویم مثلا این بحثی صحبتی پرزیدنت آذربایجان علیه بود در رابطه با مردم آذرتبار ایران بود.
ایده‌های که علی همین بود که در خارج از آذربایجان حدود 40 میلیون آذری هست که خوب گفتگو کردن اونها با زبان آذری خیلی مشکل است. این البته مخصوصا آذربایجانی ایران در نظر داشت. خب در رابطه با همین مسئله پارلمانت ایران هم واکنش کلان کرد نسبت به همین مسئله که چرا اینو باید دخل میکنن. چند سال پیش هم در رابطه با جنگ قره صورت گرفته بود. وقتی اردوغان در آذربایجان در پرد حربی شرکت کرد گفت که ما خودمون جدا نشدیم، ما رو مجبورن جدا کردن. منظورش آذربایجانی ایران بود. از این خاطر نظر یک بحث کلانی که آذربایجان مطرح میکنن همین است که باید که آذربایجان که در حدود ایران هستند آذری ها باید اصلا اونها رو با فضای ترکی بپیوندند. بله خب این بحث کلان است. خب البته با در این رابطه ما اشاره میکنیم بحث های دیگر را. خب دو مسئله شد خرید. هدف مسئله سوم بود که باید که روی ابریشمی کلان صورت بگیرد که اینا خب جمهوری ازبکستان انا سروری میکنند، یعنی پیوستانی یا که الترناتیو ساختن برای ابریشمی خطای در منطقه که همینجا بیاد. مثلا اینا یکی از این مسئله خودش ساختن روی آهن است، یعنی از جهت اقتصادی پیوند کردن فضای ترکیه است. سازمان کشورهای ترکی سال 2021 اصلا تأسیس شدن زمینه شروع ترکیه است. ماه نوامبر سال 2021 در ترکیه نامش را عوض کرد. شورای ترکی نامش را به سازمان شورای ترکی عوض کرد. شورای ترکی باشد در نوبت خودش سال 2009 تشکیل شده است. این در نخچیوان آذربایجان هست. زمینه همه این میرد بعدی پشتوانه اتحاد شوروی. زمانی که اتحاد شوروی برهم خورد یگانه کشور پایین دم در عرصه جهانی وجود داشت کشور ترکی این ترکیه بود و از بعد همین هر یک کشوری در جستجوی همکاران خود بودند در جوی عینیت یا که خود را در این دنیا میکفتند، یعنی عینیت در کجان در این مثلا ترکان خیلی فعال بودند. پرزیدنت اون دوره ترکیه تورgut Özal سال 1992 تصمیم گرفتی اساتید کشورهای ترکی رو تأسیس کنند. سال 1992 اساتید تشکیل کنند، ولی طول سالها گذشتن این کار اونقدر موفق نشد. در سالهای 93-94 هم پرزیدنت قزاقستان نورسولتان نظربایف واریانت دیگری پیوستن کشورهای ترکی رو پیشنهاد کرد که عوضی‌گرایی هست یا آوروسیاگرایی، همون طبق معاملات شبیه آوروسیاگری یا که همون کانسپت عوضی‌گرایی هست که به نامی که داخل دارد نورسولتان نظربایف. این البته هم یک بخشش بر جهان ترکیه یا بخشش بر جهان روسیه. روسان تلاش میکنند که گذشته خودشو با ترکیه بپیوندند، با عامل ترکی بپیوندند. این واقعا یک بحث کلان است که جهان بود همین چیزا دونن. برای چی مثلا روسا و ترک‌ها چی میپیوندند؟ این البته از کلمات ایرازگاه برمیاد. این چیزی که نظربایف پیشنهاد کرد این چیزی ایرازگاه جدید هست، یعنی اروپا و آسیا. بله اروپا و آسیا، اما گذشتهش به کجا میرسد؟ خب این از دوره روسا است که مثلا یکی از گرافیک‌های روس به نام سرویس که قید میکنند که روسیه پیامدی تاتارها است یا که دیکتاتورها روسیه شدن نمیتونست. ما محصولی تیمور و چینگیز هستیم. بله سرویس که به نظرش همین است که ما محصولی چینگیز و تیمور هستیم. اون کاری که چینگیز خان کرد یک همه کلان رو از همین مغولستان سر کرد تا ونگریا همه رو گرفت. روسیه امروزه هم در زمینه همون فضای بزرگی چینگیز خان تأسیس شد. این چیزها رو ما در تقسیم سال 24 می‌بینیم. چرا مثلا بلشویک‌ها پانتوکس‌ها دستگیر کردن؟ علتش در اینجا است. باز با همین اشاره میکنم البته. خب انا که اومدن میگن که اینو در گذشته داشتن که ما محصولی چینگیز و تیموریم. بله همین خاطر برای جوان اینو بود که خیلی آشکار شد که این بزرگوارها چی میخوان، برای چی از رو نمیگردونن. خب بله
و سال 93 خود 94 وقتی که ارزگاهی چی شد روسیه میشه دستگیر کرد، لیکن هدف اساسی نوسون نظربایف با عامل ترکی بود، نه با عامل روسی. درست؟ با عامل چی بود؟ ترکی و روسی. گپاکای روسیه همین عملکرد نظربایف رو دستگیر کردن. دستگیری کردن همینا. چرا؟ چون که ارزگاهی از وسیله بود که توسط این امپریا روسیه تدبیر نشد. درست؟ چون که روسیه هم آسیا هم اروپا. بله. اما هدف نظربایف این بود که بیان در آسیای در مثلا آسیا مرکزی و روسیه خب یک جای بسازه فضای برای توران بزرگ. بله. یعنی این دو خوره است. انا روسیه موزه بود همیشه بسیار احساس کنه که چی است یعنی. بله. خب برترم در دوره سلیمان دمیرلم مثلا کارون خود پیشرفت نکردن و مثلا در دوره رجب طیب اردوغان که سال 2002 با این جنوب به سر حکومت اومدن مسئله خیلی اکتوال شد. مسئله ها خصوصیتی متحول رو پس بردن، مثلا پروگرسیو روش کردن. بله. با این طریق اینها خیلی روش کردن. سال 2019 اومدن شروع ترکی رو تأسیس کردن و در زمینه همین شروع ترکی یکچند میسو دیگر داره. مثلا اسمبلی پارلمانی شروع ترکی خب ترکسوی دارن، تیکا دارن، این کسای زیرسازمان مخصوص میشن که همش کار میکنن امروز. بله. اما در دوره اردوغان چیزی اساسی که شد این جلب کردن مردم دیگر و مخصوصا پرابلم سافت پاوری ترکیه بود که این بسیار کار کردن. بله. مثلا با وجود آوردن مکتب‌های ترکی در آسیای مرکزی مخصوصا تاجیکستان. بله. آوردن. بعد اینو تلاش میکردن که بعد این ما خب مرکزهای کلام مخصوصا دانشگاه ترکی بسازیم. بله. لیکن توی اگرانوزا موفق نشد. من مخصوصا شدن مرکز گولن اگر بدونید در تاجیکستان همین چیزا بود. همش به خاطر این بود که توجه هم به عموم ترکی بیشتر شد. و در این سالهای اخیر هم شما احساس کردید هستید که کینو اندستری ترکیه بسیار سخت کار میکنه. مخصوصا بنابر گرفتن فیلم‌های کیومرتوگل و عثمان و مثل اینها هدفشون چی است؟ هدف همین است که ما بگوییم کی هستیم. درست؟ بله. خب این بحثی کلانش همین است. خب به همین خاطر اینا خیلی در مسئله خیلی موفق شدن. از روسیه دیدن اینا نزدیکن به اینجا. از روسیه دیدن مثلا روسیه پیش میکند که آسیا مرکزی برای خودش بگیرد. اما در این مسئله ترکیه خیلی فعال است. چرا؟ چون که اینها یک عامل پیوسته. این عامل چی است؟ اتنو لینگویستیکی. یعنی یک طرف اتنیکی، یک طرف گرچه لینگویستیکی زبانی. روسو در این مسئله میل نکردن چون که از نگاه اتنو لینگویستیکی اینو باید دیگر موافق شدن نمیتونن. چیزی که وزیر شما در شرایط وزیر این از سال 2020 ما اینو این طرف بعدی که روسیه بسیار ضعیف شد این عامل بسیار رشد کرد. چرا؟ چون که اینها فهمیدن که با مسائلی که در منطقه میشن با نظرداشت کاری که حل میشوند مثلا ترکیه. خب به همین خاطر چیزی که حالا میگن که این سازمان شورای ترکی شورای ترکی این لایحه گپالیتی ترکیه است. واقعا همین است و سال 2009 وزیر کار خارجه چاوشاغلو پیشنهاد کرد دکترین با نام نیو عثمانیزم سال 2009 و ما در گذشته ما یک امپریا کلان داشتیم با نام عثمانیان. ما در همین دوره تلاش میکنیم که با عثمانی های جدید باشیم. بله. ترکیه در اینجا با دو پدیده کار میکنه. یکی با پان ترکیزم، یکی با عثمانیزم یا نیو عثمانیزم. پان ترکیزم خصوصیت صرف اتنیکی دارد. من گفتم که اتنو لینگویستیکی. نیو عثمانیزم باشد پدیده صرف دینی دارد. چون که شما می‌بینید که ترکیه یکی از کشورهای محسوب میشن که کشور دنیوی است، لیکن در سایه حکومت کسان دیندارند و اردوغان به همین وسیله دو عامل نزدیک میکنند. یکی عامل اتنیکی رو، ترک بودن رو، یکی عامل چی؟ دینی رو. و همین خاطر در یکی از برآمدهاش قید میکنند که کسایی که در مسجد هستند اینو ارمنیان. بله، ارمنیان. نیوسمونیزم جنگ رو وسیله رسیدن به هدف قرار میدهند. هم در گذشته و در شرایط امروزه. شما نگاه کرده باشید که در کسایی که همین سیاستی کی رو دستگیری میکنن قریب که توجیه نمیشد. مثلا ترکیه در خب
با گریس با یونان هم پرلیما دارن درست دارن در سوریه هم عملیاتی حربی دارن خب در با کردها هم در نبرد هست در خب در قره‌های کوهی هم با همراهی آذربایجان خب و ترتیبات بعضی ادبیاتی که با دیش هم در چی بودن در دیش با هم علیه کی می جنگیدن علیه ارمنستان بله علیه ارمنستان می جنگیدن این البته نیوسمونیسم است عامل دینی در تشکیل سازمان کشورهای ترکی و مثلا شکلگیری طور نزول خیلی کلیدی است اینو احساس کردن که اما عامل دینی که ترکیه پیشنهاد میکنند خب دانشجویان محترم با حلقه خب اسلامی با خلق سلفی میروند از این خاطر نظر این جهت بسیار مهم است در جهان اگر در جهان اسلام ترکیه تلاش میکنند که یکی از اگر بگیم برنده یا که رهبری امتی مسلمان باشد یکتا از جهت دیگر تلاش میکنند که در جامعه در مبین کشور ترکیه هم افضل باشد از جهت دیگر تلاش میکنند که از چی مدرنیزاسیون غرب هم قفا نمونند یعنی ترکیه دو خوره است شما فکر کنید استانبول انطالیا مدل غرب است با هستن چه جای‌ها دیگر دارن که مدل چیان صرف اسلامی هستند بله پانتورکیزم اتنیکی میروند اون چیزی که در سالهای 20 در تاجیکستان بود پانتورکیزم بود